روز یکشنبه چندین هزار نفر در همایش تشکیل کرده حزب کمونیستی روسیه بر ضد اصلاحات نظام نفقه به میدان برآمدند. اشتراکداران در خیابان اکادمیک ساخاروف با پرچم‌های سرخ و شعارها در دست راهپیمایی کردند. اعتراضگران طلب دارند اصلاحاتی که در آن بالا بردن سن نفقه مردان تا 5 و از زنان تا 8 سال پیش بینی گردیده است لغو گردد. پیشنهاد مذکور از طرف حکومت صورت گرفته و دومه دولتی از آن جانبداری نموده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت طرفدار نرمتر نمودن اصلاحات یعنی تا 5 سال بالا بردن سن نفقه هم مردان و هم زنان است. کمونیست ها پای فشاری دارند که در این زمینه رای پرسی برگزار گردد. در آن شکلی که پیشنهاد شده است این اصلاحات نیست. عملا این متحدی جامعه را به هم میزند. بر رشد معتدل بیرون آمدن از بحران مانع می شود و وضع به این هم مرکب کشور ما را چه در داخل و چه در خارج پیچیده می کند. آنهایی که با این سیاستمدار هم عقیده هستند به خیابان برآمدند. چون که شخصا مرا غارت کردند. آنی که کسی نسل نو را مبلغ گذاری می کند همش افسانه است. از نقطه نظر من تمام عمر به فاند نفقه پول دادم ولی بعداً چیزی نمیگیرم. این است محتوای اصلاحات. همایش اعتراضی از جانب حزب کمونیستی روسیه تشکیل یافته همچنین در سنت پتربورگ، قزان، سمر، رستاو لب دون، نووسیبیرسک، ولادیواستوک و دیگر شهرهای روسیه برگزار شد.